به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. ما در اینجا با گسسته سر و کار داریم و دونه بدون مثال‌های مهم را با همدیگه کار میکنیم و برای امتحان نهایی آماده شیم و بعدش برای کنکور. در ویدیوهای بعدی هم ریاضی، هندسه و درس‌های ریاضی، همه درس‌های ریاضی رو به شما آموزش میدیم تا در امتحان نهایی به مشکل نخورید. ببینیم برای سوال حل یک مثال ساده. از مثال نقض برای گسسته. عدد 2 به توان n به علاوه 1 به ازای همه عددهای طبیعی n عددی اول است. وقتی بخواد اینجوری بهت نشون میده باید از روش مثال نقض بریم. روش مثال نقض. حالا مثال نقض چیست؟ به مثالی که نشان دهد یک نتیجه گیری کلی غلط است مثال نقض میگن. یک نتیجه گیری کلی غلطه. الان ما باید عدد بدیم، به n عدد میدیم تا نشون بدیم که همه عددها مثلا یک بذاریم. 2 به توان 1 که میشه 4 به علاوه 1 میشه 5. 2 به توان 2 میشه 2 به توان 4 که میشه 16 به علاوه 1 میشه 17. اینا همه عدد اوله. 3 میشه 2 به توان 9 دقیقا همینجوری به علاوه 1 عدد اوله تا n مساوی 5. چون گسسته درس سختیه برای همون مثال های کتابو اگر با هم دیگه کار کنیم دقیق و به طور کامل توضیح بدم من بهتون حفظ کنید دقیقا همون عین امتحان میاد و به راحتی میتونید شما چیکار کنید نمره کامل رو کسب کنید. n به توان n مساوی 5 بذارم میشه 641 ضرب در q. حالا این q یعنی چی؟ چون نوشتم q؟ چون این عدد بزرگی میده شما دیگه q میذارید، نمیخواد این عدد رو حفظ کنید. 641 ضرب در این وقتی ضرب بشه دیگه عدد اول نیستش که، پس مثال نقضمون باطل شد. مثال قبلی که حل کردیم مثال صفحه 2 کتاب درسیتون بود. الان سراغ چی میریم؟ اون مثال آسون تر بود. میریم یه ذره پیچیده ترش میکنیم. بازه ABC میذاریم براش اشتراک و اجتماع. میخوایم این سوال رو حل کنیم. کار در کلاس صفحه 3. مثال قبلی که حل کردم مثال صفحه 2 قسمت B کتاب بود. این کار در کلاس صفحه 3 قسمت 3 شه. حالا اون مثال ساده تر بود. این مثال بازه B و C اجتماع اشتراک یه ذره پیچیده درش کردیم که این نوع هم داشته باشیم اگه اومد برای امتحانتون بلد باشید. اگر برای 3 مجموعه A B C داشته باشیم A اجتماع B مساوی A اجتماع C آنگاه B مساوی C با هم برابرند. خب میای چیکار میکنی؟ میای یه بازه، گفتم مثال نقضه، باید مثال نقض داشته باشی. میگی آ رو مساوی چی قرار میدی؟ 1 و 2 و 3 و 4 اینو در نظر میگیری. میگم من میام بیمو میگیرم 1 و 2 تا از این انتخاب میکنم. سی من میگیرم 3 و 4. خب اینم از این. حالا یعنی چی؟ چون باید یه کاری کنم که آ اجتماع B و آ اجتماع C با هم برابر باشن. الان نگاه کنید آ اجتماع B اصلا چی بود؟ یعنی هر چیزی جزو آ بودش به علاوه هر چیزی که جزو B بودش. اگه اشتراک داشته باشن که یه بار می نویسیمشون. 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 اشتراکشون اجتماعشون میشه 1 و 2 و 3 و 4 درسته؟ اینا هم اجتماعشون 3 و 4 دیگه مشترکن، دوباره میشه 1 و 2 و 3 و 4 درسته؟ خب 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 و 3 4 پس این شرط اوکیه، این شرط درسته. حالا آنگاه B مساوی C است. آیا B مون با C مون برابره؟ خیر، پس مثال نقضه.